معرفی 3 فیلم ترسناک که بر اساس داستان واقعی ساخته شدند. جانا چگویم شرح فراغت خب سلام، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. امروز اومدیم که در رابطه با 3 تا فیلم ترسناکی صحبت کنیم که کاملا بر اساس داستان واقعی ساخته شدن. فیلم شماره 1 The Conjuring که احتمالا خیلیاتون دیدین این فیلمو. فیلم کانجورینگ در سال 2013 به کارگردانی جیمز ون ساخته شده که بر اساس خاطرات اد و لورین وارن ساخته شده. اد و لورین وارن کی بودن؟ این زن و شوهر در واقع نویسنده، محقق، شیطان شناس و فعال جدی در زمینه مسائل ماوراءالطبیعه بودن. در واقع اد یک شیطان شناس، محقق و نویسنده بوده و لورین همسرش مدیوم بوده و بیشتر در ارتباط بوده با دنیای ماوراءالطبیعه. این زوج کتاب خیلی نوشتن در این زمینه که اتفاقا یکی از کتاباشون به نام جن شناسی به فارسی هم ترجمه شد. من به شخص فیلم‌های این شکلی ماوراءالطبیعه رو خیلی بیشتر از فیلم‌های اسلشر یا فیلم‌هایی که بزن و بکش و نمیدونم دل رو در میارن و اینا رو خیلی بیشتر دوست دارم و عموما هم اینجور فیلم‌ها خیلی فیلماییه که قابل تحلیله، یعنی قابل تأمل و قابل تحلیله. چی شد که اصلا به این سمت و سو کشیده شدن؟ اصلا چی شد که رفتن سمت فعالیت‌های ماوراءالطبیعه؟ من یه بخشی از این کتاب جن شناسی رو آماده کردم که با هم یه ذره بخونیم و یه ذره بترسیم و یه ذره هم در رابطه با فیلم کانجورینگ بیشتر بدونیم. میگه شاید باور نکردنی به نظر برسه، اما اهریمنشناس‌ها و جنگیرها در عصر حاضر نیست همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند. در واقع فقط در آمریکای شمالی 7 جنگیر سرشناس زندگی میکنند. 6 تای آنها روحانیون مذاهب بزرگ مختلف هستند و 7می کسی نیست جز اد وارن. یه چیزی که وجود داره اینه که اد وارن و همسرش در واقع نه کشیشن نه فعال مذهبی ان، نه هیچ کدوم از اینا، یعنی صرفا 2 تا آدم مستقلن که این کارو میکنن. چون عموما جنگیری و نمیدونم احضار روح و اینا رو ما با کشیشا و فعالین مذهبی میشنویم، ولی این 2 نفر کاملا 2 تا محققن. زندگی هر یک از آنها با دیگری متفاوت است، اما همگی تجربیات ترسناک و غیر قابل تصوری را پشت سر گذاشتند و هر یک از آنها زیر سایه بی‌پایان خطر مرگ زندگی میکنند. اما اد وارن چگونه وارد دنیای جنگیری شد؟ آیا به او وحی شد یا به چنین کاری فراخوانده شد؟ اد وارن چی میگه؟ میگه که نه، من وحی را چیزی با شکوه‌تر و ارزشمندتر از این میدونم، اما از ته دلم باور دارم که قطعاً باید روزی به همین کار امروزم مشغول میشدم. دلیل این حرفم چندین عامل قدرتمندی است که حتی وقتی خیلی کوچیک بودم روی من تاثیر میذاشتن. تنها 5 سالم بود که متوجه شدم اتفاقی غیرعادی در این دنیا در حال رخ دادن است. جایی که ما زندگی میکردیم، صاحب خانه‌مان پیردختر ترشیده‌ای بود که از سگ‌ها و البته از بچه‌ها خوشش نمی‌آمد. او همونطور لب پنجره می نشست و منتظر می ماند تا خطایی از ما سر بزنند. حدود 1 سال بعد از اینکه اون مرد، در طبقه بالای همان خانه نشسته بودم و کفش‌های بازیم را در می آوردم. خورشید در حال غروب بود و اتاق داشت تاریک می شد. همونطور که روی زمین نشسته بودم، در کمد خود به خود باز شد. داخل کمد تاریک نقطه‌ای نورانی به اندازه 1 کرم شبتاب دیدم. طی چند ثانیه نور بزرگ و بزرگتر شد تا به اندازه 1 انسان رسید و بعد به طرز خارق‌العاده‌ای شبیه زن صاحب خانه همونطور نیمه شفاف به روی من ظاهر شد. صورت او طبق معمول در هم بود، درست مانند وقتی که زنده بود و لحظه‌ای بعد ناپدید شد. چون فقط 5 سال داشتم نمیدانستم چنین چیزی طبیعی است یا نه، اما از آنجایی که برایم ترسناک بود احساس کردم نباید موضوعی طبیعی باشد. وقتی این مسئله رو به پدرم که یک سرباز ایالتی بود گفتم، اون به من گفت که چیزی رو که دیدم فراموش کنم و دیگر برای کسی بازگویش نکنم. خب من آن اتفاق را هیچ وقت برای کسی تعریف نکردم، ولی هیچ وقت هم نتوانستم فراموشش کنم. همونطور که اد بزرگتر میشد، جستجوی پاسخ برای چنین اتفاقات عجیبی برایش تبدیل به مأموریت ذهنی میشد که پایه زندگی شغلی آینده‌اش را تشکیل میداد.
او یک کودک باهوش و با دقت بود. میخواست بداند که چرا این اتفاقات عجیب و غریب برای او رخ میدهد و اینکه آیا دیگران هم چنین تجربیاتی دارن یا نه. در واقع اد از همون دوران کودکی در یک خانه روح‌زده زندگی میکرده. البته که خب اینم بی تاثیر نبوده که اد در یک مدرسه کاتولیک هم تحصیل کرده. اد ادامه میده: یکی از گیج کننده ترین اتفاقاتی که در کودکی برای من افتاد رویاهایی بود که در آنها یک راهبه را میدیدم. البته اینجا خب فکر کنم ما میتونیم یه سری هم به فیلم دنان بزنیم. راهبه را میدیدم که میخواست با من صحبت کند. آنقدر این رویاها زیاد شد که پدرم را در جریان گذاشتم و آن زن را با جزئیات توصیف کردم. پدرم با حالتی بهت گفت: آن زن عمه تو بوده؟ من هیچ وقت عمه‌ام را ندیده بودم. او قبل از تولد من فوت شده بود. تنها می‌دانستم که او راهبه‌ای بوده که رنج جسمانی فوق‌العاده زیادی را تحمل کرده است. در یکی از رویاهایم او چیزی به من گفت که وقتی بزرگتر شدم برایم معنا پیدا کرد. او گفت: ادوارد، تو به کشیش‌های زیادی راه درست را نشان خواهی داد، ولی خودت هیچگاه کشیش نخواهی شد. خب من الان کشیش نیستم، ولی با آنها از نزدیک همکاری میکنم و برای آنهایی که به حوزه اهریمنشناسی و جنگیری منسوب شده اند حکم معلم را دارم. پس صادقانه بگویم کار من به خاطر وحی نبوده و من فقط دارم در مسیری که سرنوشت پیش رویم قرار داده گام برمیدارم. دیگه نیست بگه جنبه نداری، چرا راجع به اینجور موضوع صحبت میکنی؟ در همان زمان لورین موران دختر کوچک، باهوش و با استعدادی بود که تنها 3 بلوک آن طرفتر از همسر آیندهش در یک خانواده اسم و رسمدار ایرلندی بزرگ زندگی میکرد. اما لورین حس ماورایی ویژه‌ای داشت، زیرا او با موهبتی به نام غیب بینی زاده شده بود که ما اکثرمون به اسم در واقع مدیوم میشناسیم. توانایی دیدن اتفاقات ورای زمان و مکان فیزیکی. لورین اینگونه به خاطر می آورد: من نمیدانستم یک توانایی حسی اضافه دارم. او به شوخی میگوید راستش را بخواهید فکر میکردم همه همین حواس خدادادی را دارن. وقتی حدود 12 سالم بود خلاف این قضیه رو فهمیدم. آن موقع یک مدرسه خصوصی دخترانه میرفتم. آن روز درختکاری بود و همه در حیاط جلویی دور یک گودال که با بیل کنده شده بود حلقه زده بودیم. خب درست همون لحظه هایی که نهال را روی زمین گذاشتم من آن را به صورت یک درخت کامل دیدم. راهبه‌ای که کنارم ایستاده بود طبق عادت همیشگی با لحنی جدی گفت: دوشیز موران، چرا داری به آسمان نگاه میکنی؟ به او گفتم: من فقط دارم به بالای درخت نگاه میکنم. او دوباره با همان جدیت از من پرسید: یعنی مشغول دیدن آینده هستی؟ من حرفش رو تایید کردم: آره، به گمانم همینطوره. خب اتفاقی که نباید میافتاد افتاده بود. آنها بلافاصله مرا به یک اتاق خالی فرستادند و مجبورم کردند تا آخر هفته را آنجا سپری کنم. اجازه صحبت یا بازی با هیچ کس دیگری را نداشتم. فقط باید تمام روز در کلیسا می نشستم و دعا می خواندم و درسم را یاد می گرفتم. پس از آن هر وقت اتفاقی مربوط به غیب بینی برایم می افتاد دهانم را بسته نگه می داشتم. فیلم بعدی هم که می خوام معرفی کنم آنابله که اتفاقا اون هم بر اساس خاطرات این زن و شوهر نوشته شده. اما فیلم دیگه‌ای که میخوام راجع بهش صحبت کنم شاید مهمترین فیلم ترسناک تاریخ سینمای جهانه، فیلم جنگیر، که در واقع فکر میکنم تنها فیلم ترسناکیه که موفق شده که تو در واقع اسکار جایزه ببره و خیلی تحلیل های مختلف سیاسی، اجتماعی، مذهبی روی این فیلم میشه، اما که خیلی من دوست دارم بعداً راجع بهش صحبت کنیم. خیلی فیلم مهمیه. فیلم جنگیر تولید سال 1973 هستش به کارگردانی ویلیام فریدکین و بر اساس یک رمان در واقع ساخته شده که خود اون رمان در واقع بر اساس یک سری از گزارشات جنگیری، در واقع یک کیس جنگیری اتفاق افتاده بوده و یه سری گزارشاتش توی واشنگتن پست در واقع منتشر شده بوده که نویسنده این رمان اون گزارشات رو میخونه و در واقع بر اساسش این رمان رو مینویسه. واقع پسری 14 ساله که با مادر بزرگش زندگی میکرده در اون زمان گرفتار این مسائل ماورا و طبیعه شده. این پسر با
عمش ارتباط خیلی خوبی داشته، یعنی عمش رو خیلی دوست داشته و خیلی وقتا پیش عمش میرفته. اما عمه این پسر فوت میکنه و تمام اون اتفاقاتی که ما در فیلم جنگیر میبینیم برای اون پسر از زمان فوت عمش میفته. در واقع زمانی که اوضاع این پسر خیلی بد میشه و نمیدونم تمام اون علائم رو از خودش نشون میده و اینها، خب یک تیم جنگیری و مذهبی و اینا سعی میکنن که اون اتفاق رو برای پسر برطرف بکنن، مراسم جنگیری و احضار و اینا انجام میدن و متوجه میشن که عمه اون پسر در واقع بعد از فوتش این پسر رو تسخیر کرده و چیزی هم که میخواد اینه که صرفاً اون گنجی رو که توی زیرزمین خونش پنهان کرده که آینده دخترش رو با اون تامین کنه به در واقع این اطرافیان نشون بده که اون پول رو پیدا بکنن. کلمه جهنم، کینه و عددهایی مثل 4, 8, 10 و 16 روی پوست این پسر همیشه نقش بسته می شده و اون با حالت جنسیش خیلی حرکات و نمایشه های خیلی جنسی رو رقم می زده و یا حتی اون علامت تغییر صدا که تو فیلم جنگیر رو هم داریم داشته، اما اون نمیدونم گردنش میچرخه و میره آسمون میاد زمین و اینا رو نداشته. واقعا اینا حالا دیگه از رو تخیل نویسنده شکل گرفته. همه بر این باور نبودن که این پسر تسخیر شده. بخشی این تحلیل رو داشتن و این باور رو داشتن که این پسر به شکل جنسی به عمش نزدیک بوده و به همین خاطر این همه علائم زننده و زشت جنسی از خودش نشون میداده و چون عمش فوت کرده حالا این دچار فقدان این ماجرا شده و به شکل دچار یک ترومایی شده و داره اون رو اینجوری از خودش بروز میده. اگر این 3 فیلم رو ندیدین حتما بهتون پیشنهاد میکنم که در یک فضای ترسناک و تاریک این 3 فیلم رو ببینین که نهایت تاثیر روتون بذاره، ولی اگر دیدین که بازم دوباره ببینین. من خودم شاید امشب دوباره این فیلم رو بذارم ببینم. مرسی که تا اینجا همراه ما بودین و خدا نگهدار.